اول ماه رمضان 80% مسلمانای تو ایران زخم معده میگیرن. الله اکبر. از معجزه عید فطر، خدا شاهده چه عیدیه، عید فطر همه مریضیاشون شفا پیدا میکنه دیگه. کسی زخم بابا برای 2 روزه گرفتن اینقدر بازی در میاری؟ والله بالله تعالی ما رمضان بخوره، نه نخور. کجاش نخوره؟ صبحانه که سحر میخوری اونم آجوری بار میکنی. شبم که 11 شب میشه 6 بعد از ظهر، 4 ساعت زودتر شامت میره. یه نهار میخوای نخوری، ببین چه بازی در آوردی ها. حیف این ساعت نیست، بی انصاف. چرا خودتو محروم میکنی؟ نفس میکشی